همونجوری که توی تصویر می‌بینید دو قسمت داره. قسمتی که در حقیقت فولادی هستش و برای برش استفاده میشه و فک متحرک حساب میشه و قسمت دسته عایق. این عایق ها از جنس PVC هستش و تمام ابزارهایی که امروز تقریبا معرفی میکنیم به یک شکل هستن. تا 750 ولت دوام دارن و جنس عایقشون هم از PVC هستش. این دسته عایق برای جلوگیری از این هستش که شما حین کار در حقیقت دچار جراحت نشید و برق شما رو نگیره. این سیمچین برای چه موردی استفاده میشه؟ برای قطع سیم‌های مسی، همین سیم مفقودی که شما بود ببینید به این صورت کار میکنید، قطع میکنید. فقط نکته‌ای که حائز اهمیته حین کار کردن، یک موقعی هست شما میخواین نوک سیم رو قیچی کنید، بلند لایه برداری کردید، میخواین نوک اینو در حقیقت ببرید. حواستون باشه حین کار اینو باید به سمت پایین بگیرید که به سمت چشم